إلى جروب المجاهدين الثوار والتنبهاء الهاموي در حال ادای احترام به هیئت رهبری امارت اسلامی افغانستان و میزبانان گرامی از پشت روز عبور میکنند. عبوری یک نوع از وسایل زیرینی معترضی پیاده نظامی بوده که در رفتار و داخل موضوعی توانایی آتش و از بین بردن موازی پیاده دشمن را دارد و در تعرض در مقابل قوای پیاده دشمن استعمال میگردد. واسطه نام برده قابلیت انتقال 5 تن هر سنن پیاده را دارا می باشد و در هر نوع اراضی زلزال کوهستانی و تپه‌زار مورد استفاده قرار میگیرد. اوس هوایی ځواکونه په مستقله توګه یو ځل بیا که در میدان محاربت سری دشمن را میشکافد و رسم و نظم خاص عسکری در حال ادای احترام از مقابل روز عبور میکند. این وسایل در مقابل مواضع مستحکم و شکست ناپذیر دشمن استعمال و قابلیت دفاعی راکت‌های RPG و توپ هفت‌تیر را دارا بوده و در مواضع دشمن دانا و آن را تخلیص می‌سازد.
بینندگان محترم، پراکندگی تنگاهای زیرینی جاریدار و نظم عالی از پیش روز و هیئت رهبری امارت اسلامی افغانستان عبور میکنند. تنگاهای زیرینی جاریدار قابلیت جنگی را در هر نوع شرایط دشوار دارند و این وسایل در مقابل مواضع مستحکم و شکست ناپذیر دشمن استعمال و قابلیت دفاع رابطه‌های RPG و توپ حساس‌گو را دارا بوده و بالای مواضع دشمن بدون کلام ترس و هراس حمله نموده و آن را نابود می‌سازد. جاوی او زیاد غره لري لما یو قوان زیاد مقاومت لري او لما یو قوان زیاد مقاومت په حاضر دا واسطه جبران او اختلافونه ده Mañana que ya. ¿Para acá? Ya me estoy ya. El tablero. بینندگان محترم، اکنون کندک تنگاهای شهیدان وزارت دفاع ملی امارت اسلامی افغانستان و نظم عالی از پیش روز عبور و مراتب احترام خیز را به هیئت رهبری و مهمانان گرامی تقدیم میکنند. از من خاموش است. د اسلامي امارت د مجاهدینو دا ستاسو دیني او ژبه چې د خلکو د هوساینې او ژوند ساتلو لپاره زیار وباسئ له غرور کبر او پرته له شرعي دلیل څخه له وسلې او نور کار اخیستل د ولس ګواښل ویرول او ځورول د هغوی سر مال او عزت ته تاوان رسول هغه ستر جنایت دی چې د ارتکاب له امله به نه په دنیا او نه هم په آخرت کې له محاسبې خلاصئ. د اعلی قدر امیر المؤمنین مولا محمد عمر مجاهد رحمه الله له وینا وکړه. بینندگان مراسم، قوت‌های هوایی وزارت دفاع ملی امارت اسلامی افغانستان یکبار دیگر مهارت‌های پیشرو و نمایش گذاشته
مجاهدین هر قدم مثبت را که برای Kala que digo, vamos a دو دفعه نشه، یک دفعه خلاص. برو آمد. برو در بگراند بگی. سه دو یک ریکورد. یک هوای هوایی ما را در مراكز توزيع استحكامات او ذخائر العمومي او بهدف تعاقد الجهاز من نبره برويشي تذكر التعرض بالدفاعي كشف لمن بيوتي او صاحبة الكلمات العامة بعد الوقت من الساكن والمعيشي بندق دلوز من الدفاعين اجنوا بالسين سرا وتريدوا صحاح دستگاه پرتاب‌کننده راکت لونا دسته رسانه در فرصت بسیار اندک سنگر مستحکم دشمن را به خاکستر تبدیل می‌کند در حال عبور از مقابل لوز و ادای احترام به هیئت رهبری امارت اسلامی افغانستان میباشد. لونا یک راکت پرقدرتی دارای برجی متوسط بوده که در مقابل تجمعات وسایط زیرهی دشمن خطرهای وسایط و تخریب مواضع مستحکم دشمن استعمال می‌گردد.